سلام، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. من نادیام و اینجا یوتیوب چنل منه. اینجا با همدیگه به موضوعات پرستاری، مهاجرت به کانادا و موضوعاتی از این قبیل و چالش‌های مهاجرت صحبت میکنیم. پس اگه به این دسته از موضوعات علاقه‌مندین، خوشحال میشم چنل منو سابسکرایب کنید. بریم سراغ اصل مطلب که از عنوان این ویدیو تا الان متوجه شدید. میخوام راجع به امتحان بورد یا لایسنسینگ به نام امتحان اینکلیکس برای گرفتن لایسنس RN یا همون رجیسترد نرس یه سری اطلاعاتی که خودم کسب کردم و تجربه شخصی خودم رو باهاتون به اشتراک بذارم. خب این امتحانی هستش که شما باید وقتی که چه اینترنشنال باشید، یعنی چه خارج از کانادا درس خونده باشید و برای اشتغال به پرستاری بخواید بیاید کانادا باید انجام بدین، چه وقتی که اینجا درس خوندین و درستون تمام شده، یعنی بچلر یا لیسانس پرستاری گرفتین و حالا میخواین مشغول به کار بشین و به عنوان RN مشغول به فعالیت بشین در هر حوزه‌ای. این امتحان یه امتحانی هستش که کامپیوتر بیسته. بعد یه امتحان به صورت ادپتیو، این کلیات امتحانه که براتون توضیح بدم. ادپتیو یعنی به این صورت که سوال ها از 85 سوال تا 150 تا سوال هستش که بسته به اسکوری که شما میارین و کامپیوتر یا همون AI ماشین تشخیص میده، انتخاب میکنه که شما بعد سوال 85 نیاز به گرفتن سوال 86 7 8 9 و همینطوری تا سوال 150 هستین یا نه. این حالا به چه صورتیه؟ به این صورت که امتحان در 85 سوال اولیه میاد نالج بیس کلی شما رو بررسی میکنه، میزانی که شما چقدر نرس سیفی هستین و این امتحان برخلاف چیزی که بقیه فکر میکنن که بیشتر روی دانش پرستاری یا بیشتر روی حفظیجات تمرکز میکنه، به این شکل نیستش. به این شکلی که بیشتر میاد شما رو تست میکنه که ببینه شما نرس سیفی هستید، باعث مرگ یا دیسابیلیتی یا از دست دادن لیم یا لایف یه مریضی میشید یا نه، و بیشتر اینو داره تست میکنه که شما چقدر نرس سیفی هستید و اون حفظیجات و اون دیتیل و اینا رو به اون صورت فوکس نمیکنه، هرچند یک سری سوالای ریکال یا همون مموری بیسد هم داره. بعد امتحان سوالاش هم به این صورت که یا مالتیپل چویس یعنی 4 گزینه‌ای هستش یا چند گزینه‌ای هستش یعنی بیشتر از 4 گزینه است و یه سری از سوالاش به صورت که select all that apply هستش. select all that apply به این صورته که شما حالا اون نمره منفی که ما تو کنکور داشتیم اگه یادتون باشه یا تو امتحان ایران به این صورت بود که تعدادی سوال اشتباه می‌زدی، تعداد سوال‌ها یکی از تعداد سوال‌های درست تو از بین می‌برد. این تقریبا همون کانسپت منتها با این تفاوت که مثلا شما اگه یک سوال select all that apply بهتون بدن که اینجا عکسشو میذارم، سوال از شما میپرسه که کدوم یکی از گزینه‌های زیر درسته دیگه، یعنی حالا باید سوالو بخونی که دقیقاً بدونی چی میخواد، ولی کلا سوال از شما میخواد که ببینید کدوم که از گزینه‌های زیر درسته. ولی سوال select all that apply یعنی چند تا از گزینه‌های زیر هم میتونه درست باشه، یعنی شما وقتی میرین جوابو سلکت بکنید بیشتر از یکی میتونید سلکت بکنید، میتونه یکی، همه یا چند تا از اون جواب ها درست باشه. اگه شما تو این سوال بیاین A و B و C رو مثلا جواب قرار بدید، در این صورت اگه جواب درست A و B باشه، شما برای اون C که انتخاب کردید و جز جواب های درست نبوده، یکی از A و B پوینتش رو از دست میدید. یعنی اگه پوینت این 2 از 2 باشه، یعنی 2 تا جواب درست داشته باشه و شما بعد 2 تا جواب درست انتخاب میکردین، شما پوینت 2 از 2 رو زمانی میگیرید که 2 تا گزینه درست رو انتخاب کنید. اگه حتی 2 تا گزینه درست رو انتخاب بکنید و یه گزینه اشتباه انتخاب بکنید، یکی از اون درستاتون رو حذف میکنه. یا اگه سوال 2 تا جواب داشته باشه و شما 4 تا جواب انتخاب بکنید، 2 تا از اونها حتما غلطه دیگه، پس کلا پوینت سوال از شما گرفته میشه، گرچه که شما 2 تا پوینت درست هم تو جواباتون بوده.
خب این یه توضیح راجع به سوالای سلکت داتا اپلای که خیلی بخش مهمیه و خیلی از استودنت ها هم روش فیل میکنن امتحانو، نمیدونن که دقیقاً چقدر باید درست انتخاب بکنن و چند تا بهتره، سر این موضوع خیلی پوینت از دست میدن. امتحانم اینطوری نیستش که به شما بگه که چند تا پوینت از دست دادید یا چند تا پوینت گرفتین و چه پروسه‌ای دارین و آیا دارین موفق میشین یا دارین فیل میکنید. این همچین چیزی بهتون نمیگه. حتی قبل امتحانم هیچ کس نمیدونه که شما چند تا سوال از 85 سوال اولیه رو درست جواب بدید پوینت مناسب رو میگیرید و یعنی به اصطلاح چند درصد بزنید 85 تا سوال رو میتونید موفق بشید و درصد چه درصدی پایین تر باشه امتحان رو فیل میکنه. یعنی هیچ کس واقعا نمیدونه این دیتیلو و این امتحان ادپتیوه و وصلش کردن به AI و AI تشخیص میده که آیا شما سیف نرس هستین با توجه به جوابهایی که دادید یا نه. خب حالا این 85 سوال اولیه است. تو این 85 سوال اولیه به صورت‌های مختلفی، چه مالتیپل چویس، چه سلکت داتا اپلای، چه بوتای کوئسچن که یه جواب وسط کاندیشن وسط هست و parameters to monitor, parameters to take action سمت راستش میاد و شما باید اینو جواب بدین. یعنی یک سوال 5 تا جواب داره و مدل‌های مختلف دیگه از سوال. این 3 تا 4 تایی که من گفتم از همه پاپولارتر و فراگیرتر و تو امتحان اکثر بچه‌ها اومده. بعد از این 85 تا سوال دو اتفاق میفته. یا امتحان شات داون میشه و بسته میشه که 2 تا معنی داره که یا شما فیل کردید یا شما پس کردید، که بیشتر طبق آماری که در اومده افرادی که امتحانشون سر 85 تا سوال بسته میشه به این معناست که اون شخص امتحان رو پاس کرده. به چه دلیل؟ به این دلیل که اگر امتحان تشخیص بده که شما تا سوال 85 نرس سیفی نیستید، از شما سوال 86 و سوالای مابقیشو تا سوال 150 که ماکسیموم امتحان هستش میپرسه و این روند تا زمانی ادامه داره که شما به سوال 150 برسید یا امتحان به هر دلیلی، چه کوالیفای کرده باشه که شما نرس سیفی هستید یا چه کوالیفای کرده باشه شما از پس سوالات بر نمیاید به نرس سیفی نیستین، امتحان رو شما شات داون بکنه. این قضیه ممکن است سوال 85 به بعد در هر کجای امتحان و در هر سوالی از امتحان اتفاق بیفته. پس اینجوری نیستش که من سوال 85 رو زدم و سوال 86 برام داده و حالا سوال 100 و 110 از من پرسیده. ممکنه که این امتحان تا سوال 150 بره. بله ممکنه، ولی ممکنه هم نره. پس این چیزی هستش که باید بدونید و به استرستون خب حتما کمک میکنه. نکته دیگه که خیلی مهمه برای این امتحان که بدونید این که من شنیدم خیلی‌ها میگن که آره هر چه سوالای سخت‌تر بگیری بهتره، به معنی اینکه داری قبول میشی، هر چه سوالای آسان‌تر بگیری به معنی اینکه خیلی بد دادی امتحان تو و هی امتحان داره از سوالای آسان میپرسه چون از پس سوالای آسان بر نیومدی. این موضوع خیلی یه جوری شمشیر دولبست، یه جوری که هم ممکنه اگه شما امتحانات همجوری سوالای سخت بگیری اعتماد به نفس بگیری و ناراحت نشی از که سوالای سخت داری میگیری، بخاطر اینکه خب فکر کنی که آره من دارم سوالای سخت میگیرم پس به این معنیه که من امتحانم دارم خوب میدم. ولی از اون طرفش هم برای افرادی که دارن به نظر خودشون سوال آسون میگیرن اینجوری هستش که او من دارم فیل میکنم، استرس بگیرن، استرسشون بره بالا، بس امتحانشون اونجوری که باید و شاید براش آمادگی کسب کردن بر نیان. پس کلا بیاین رو بریزیم دور. بیاین اصلا به این فکر نکنیم. و به این فکر کنیم که شاید آمادگی من برای امتحان مثلا جوری هستش که من هر سوالی که میاد به نظرم آسون و کامن سنس میاد و مثلا من این امتحان رو به نظرم آسونه. برای خود من اتفاق افتاد. من امتحانم سوال 85 بسته شد، امتحان رو قبول شدم و به نظرم تا سوال آخر سوالای به شدت سختی اصلا برام نیومده بود و اتفاقا تو طول امتحانم هی داشتم به این فکر می‌کردم که نکنه من دارم فیل می‌کنم که این ازم سوالای سخت نمی‌پرسه. در کل این تفکر کمک کننده ای نیستش. نکته دیگه‌ای که می‌خواستم راجع به امتحان بگم اینه که جواب امتحان خیلی میشنویم که مثلا ممکنه بیشتر از 48 ساعت طول بکشه. بعضی از افراد اتفاق میفته ولی به صورت نرمال جوابش 24 تا 48 ساعت و بیشتر 24 ساعت بعد برای شما یک ایمیلی میاد که اون ایمیل به شما میگه که آره فلانی تو امتحان تو قبول شدی یا نشدی. اگر شدی که ما مدارک تو میفرستیم CNO که همون کالج آف نرسز آف آنتاریو برای من بوده. حالا ممکنه شما اگه استان دیگه امتحان میدید بفرستن اون سنفی که نیازه، ولی برای من مثلا میفرستم CNO مدرک تو و حالا شما اونجا میتونی بریم و مدرک تو بگیری و مثلا کار دیگه تو اونجا انجام بدی و اگه ریکوایرمنت دیگه برای گرفتن لایسنست هستش انجام بدی.
برای افرادی که قبول نشدن ولی یک گزینه دیگه اتفاق میفته، به شما میگه که خب ایمیل رو میده و میگه قبول نشدی. بعد از حدوداً چند ساعت از گرفتن این ایمیل یه ایمیلی برای شما میاد که شما میتونید به ریپورتتون دسترسی پیدا کنید. ریپورت به این صورت نیست که سوالا رو به شما بده و شما بگید که آره شما سوال 1 رو مثلا برفرض اشتباه جواب دادی، سوال 2 رو درست جواب دادی. نه، ولی میاد به صورت کلی اون AI یا اون ادپتیو تستی که پشت کامپیوتر هستش برای شما اکسترکت میکنه نقاطی رو که شما مشکل داشتیم. مثلا به شما میگه لیدرشپ اند منیجمنت که جزو دسته سوالای پرایورتایزیشن قرار میگیرن که اولویت بندی ها حساب میشن به فارسی. میاد به شما میگه مثلا اونجا رو بیلو پاسینگ، نیر پاسینگ یا مثلا above passing گرفتی. وقتی اونایی که اون دسته از کاتگوریا یا موضوعاتی که شما above passing گرفتین، خب که above passing بوده یعنی بالای پاسینگ بوده و شما اوکی هستی. اونایی که نیر پاسینگ هم گرفتی حتی میتونم بگم اوکی بوده و نیر پاسینگ هم برای انکلیکس کافیه. ولی اونایی که بیلو پاسینگ گرفتی چنانچه امتحاناتو فیل کردی خدای نکرده و این ریپورت رو گرفتی که میگیری، اونایی که بیلو پاسینگ گرفتی و خیلی تمرکز کن و اونا مهمترین چیزایی هستن که باید بیشتر روشون فوکس بکنی، بیشتر تست بزنی، بیشتر پرکتیس کوئسچن حل بکنی و شاید نیاز باشه اصلا چند تا لکچر راجع به اون قضیه ببینی. حالا اگه براتون مهمه که بهتون بگم که چه چیزایی، چه ریسورسایی، چه داکیومنتایی، چه سایتایی، چه امتحانایی من استفاده کردم و به من کمک کرده که امتحانم بدم و تجربه اطرافیانم شنیدم و کلا چه چیزایی کمک کننده هستش، برام از زیر کامنت بذارین و من بهتون حتما یه ویدیو درست میکنم براتون و بهتون میگم که چه چیزایی به من کمک کرده و کلا کمک کننده بوده بیس آن ریویوهایی که خوندم. موضوع بعدی و حائز اهمیت این هستش که شما اگر که امتحان انگلیکس رو دادید و حالا برای شخص من لایسنس آنتریو یا هر استان دیگه کانادا که توش هستین و گرفتین برای رفتن به استان دیگه از کانادا و چه برای رفتن به امریکا که جزو حوزه آمریکای شمالی حساب میشن، ایالت‌های آمریکا، بیشتر ایالت‌های آمریکا و استان‌های دیگه کانادا نیاز به دادن امتحان ادیشنال و امتحان دیگه برای لایسنسینگ مجدد نیستش و فقط یه فی پرداخت می‌کنید که با اون فی شما ریلایسنس میشین و به اصطلاح لایسنستون ولیدیت میشه و به شرط داشتن، حالا برای کیس آمریکا به شرط داشتن TN ویزا و ورک ویزا و جاب آفر میتونید مثلا به استانی مثل نیویورک کار بکنید. مؤسساتی هستن که این کارو میکنن. ویدیوی دیگری خواهم ساخت راجع به سه‌ای که نیاز هستش که از کانادا به آمریکا برن و نرسایی که این کار میکنن و بنفیت ها و مزایا و معایب این کار چی هستش. اگه علاقه من هستید خوشحال میشم که کامنت برام بذارید که بیشتر ترغیب بشم ویدیو رو بذارم و کلا راجع به هر چی راجع به این امتحان یا پرستاری یا کلا مهاجرت با این رشته سوال دارید خوشحال میشم کامنت بکنید و بدونم نظراتتون رو و بتونم ویدیوهای مفید بیشتری براتون بسازم. مرسی از توجهتون.